من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سوم صبر بوقت مصائب و چهارم صلاة هم به معنی دعا آمده و هم به معنی نماز آمده. لذا چهارم و پنجم چی هست؟ صبر و صلات. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان استعینوا بالصبر والصلاة. به وقت مصائب به وقت مشکلات استعانت بخواهید کمک بگیرید از الله بالصبر والصلاة به وسیله صبر و نماز شکیبایی تحمل و نماز بخوانید. ان الله مع الصابرین به درستی که الله عزوجل با صابران هست حتی اگر در این مسیر جان دادید. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. نگویید به اون کسی که کشته میشه در راه الله اموات، مرده های معمولی. مرده نگویید، مرده معمولی نیست اونها. بل احیاء ولكن لا تشعرون. بلکه آنها زنده هستند اما شما درک نمی کنید، شما متوجه نیستید. کسانی که در راه خدا حتی کشته می شوند در مسیر حق اگر کشته می شوند هم اونها را مرده های معمولی نگویید. اونها مرده نیستند بلکه زنده هستند. خب در رابطه با حیات شهدا انشاءالله چون در سوره آل عمران هم همین آیه تکرار میشه، در تفسیر این آیه یک حدیث میخوانم که این حدیث در کتابهای حدیث هم آمده. علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله هم در تفسیر جلالین تحت تفسیر این آیه اون حدیث را آورده که این که خداوند میفرماید اینها زنده هستند چون اونجا هست یرزقون در آیه سوره آل عمران رزق میخورند، روزی میخورند. این به چه معنا هست؟ میفرماید که اینهایی که وقتی که شهید میشوند در راه خدا کشته میشوند ارواحشان میره در عالم برزخ. ارواحهم فی اجواف طیر خضر. ارواح اینها در کالبد پرنده سبزرنگی قرار میگیرد. ارواح شهدا در کالبد پرنده زیبای سبزرنگ قرار میگیرد و اینها میروند زیر عرش رحمان. قنادیلی برایشان، جاهای خاصی برای اینها درست میشه، اونجا جا خوش میکنند و در باغات بهشت میروند، روزها میگردند و تفریح میکنند، هرچی که دلشان بخواهد میخورند و باز بر میگردند. پس این که فرمود مرده ها نگویید اینها را مرده نیستند، اینها به این صورت در عالم برزخ به حیات خودشون ادامه میدهند. مراد از حیات این حیات نیست که در دنیا میان به داد ماها میرسند، به مشکل ماها اجابت میکنند. ما لذا اونها را فریاد بزنیم، اونها اطراف ما هستند
و میروند شفاعت ما سفارش ما پیش خدا میکنن. نه، همونطور که شیخ عبدالعزیز دهلوی رحمه الله فرمود اینها زحمتشون در این دنیا کشیدند، الان باید برن در ناز و نعمت الله وارد یک حیاتی که لا تشعرون، شما کنه اون حیات را، حقیقت اون حیات را شما متوجه نیستید، الله میداند. در ناز و نعمت الله عزوجل قرار دارن، اونجا میروند قرار میگیرن. خب الله تعالی میفرماید که تلقین به صبر فرمود، میفرماید باز هم من شما را امتحان میکنم، آزمایش میکنم با انواع ابتلاعات، با انواع آزمایشات. چه آزمایشاتی میاد؟ گاهی خوف میاد، وضعیت قرمزی پیدا میشه، ناامن میشه، خطر جان هست، خطر مال هست، گاهی گرسنگی هست، قحطی هست، ورشکستگی هست، انواع بدبختی های بازاری هست. و نقص من الاموال والانفس، گاهی مالتون را از دست میدهید، گاهی جانتون را، عزیزانتون را از دست میدهید، گاهی آفت میاد باغات شما را، ثمرات شما را از بین میبره، کشت و کشار شما را که سالها زحمت کشیدید اونها را از بین میبره. لذا انواع مصائب، انواع مسائل، انواع مشکلات بر شما میاد. الله تعالی پیشا پیش اینها را پیشگویی میفرماید و در پایان میفرماید که ای رسول صلی الله علیه وسلم بشارت و مژده بده کسانی را که در مقابل اینها چی میکنن؟ صبر میکنن. چون بحث صبر اینجا آمد. الله میفرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف، هر آینه که ما شما را امتحان میکنیم با چیزی از ترس، والجوع گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس، و نقص و کمی در مال و در جان، و ثمرات، در ثمرات در میوه. بعضی ثمرات را گفتند میوه باغ، بعضی گفتند میوه زندگی. میوه زندگی چیه؟ اولاد شما را. چون انسان عزیزان خودش را از دست میده خیلی سخته، ولی از همه سختتر از دست دادن فرزنده. این را خداوند عزوجل به صورت جداگانه ذکر کرده. والانفس والثمرات وبشر الصابرین، مژده بده ای رسول الله صابرین را. صابرین چه کسانی هستند؟ علامت صابرین، الذین بنویس علامت صابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه، کسانی هستند که وقتی که مصیبت، تیر مصیبت آنها را هدف قرار میدهد، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله هستیم و ما به سوی الله برمیگردیم، بازگشت ما به سوی الله است. الله میفرماید اینها وقتی که خودشون را، مالشون را، همه چیزشون را مال خدا میدانند، خداوند به اینها در قبال چه پاداشی میده؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خداوند سه ثمره و سه نتیجه برای این انسان ها بیان می فرماید. اول اولئک علیهم صلوات من ربهم، این انسان ها بر اینها صلوات را بزرگان ما ترجمه های مختلف ذوقی کردند، تفسیرهای مختلفی. بعضی گفتن صلوات به معنی عنایات ویژه، عنایات خاص رب العالمین بر آنان است. اولئک علیهم صلوات من ربهم، عنایات خاص و رحمت و رحمت الله عزوجل، رحمت عمومی. عنایات به معنی توجهات، توجه التفات خاص. خدا به این بنده نظر خاصی می کند که این بنده را من در مصیبت گرفتار کردم. و بعضی گفتن صلوات یعنی شاد باش. ما وقتی که از کسی
کسی را تحسین بکنیم اون را میگیم شاد باش، مرحبا، آفرین، احسنت. لذا این همون احسنت هست، آفرین هست از جانب الله عزوجل به بنده. اولئک، اینهایی که صابر هستند در قبال مصیبت ها، اولئک علیهم صلوات من ربهم، تحسین ها هست، آفرین ها هست از جانب رب، و رحمت، و رحمت پروردگار هست. اینها زیر چتر رحمت قرار دارند. و سوم، و اولئک هم المهتدون، اینها هدایت یافتگان هستند. اینها هدایت یافتگان هستند. خداوند هدایت نصیبشون میکنه، راه حق را و بر مسیر حق اینها گامزن میشوند، قرار میگیرند. لذا این سه تا پاداش برای کسانی که در مصیبت ها گرفتار میشوند، در مشکلات دنیا گرفتار میشوند. ان الصفا والمروه، 4 تا را خواندیم از عرض کنم که صفاتی که یا مسئولیت هایی که امت دارد بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئولیتشون بیان شد. اول ذکر بود، دوم شکر بود، سوم صبر بود، چهارم نماز بود، پنجم شعبه پنجم تعظیم شعائر الله. یعنی شما شعائر الله را چی کنید؟ تعظیم کنید. این هم شعبه پنجم هست و هم جواب سؤال دیگر از سؤالات یهود هست. یه وقتی نگید اینها بی ربطن. از ابتدا عرض کردم، ابتدای درس امروز، که اشکالاتی که یهود مطرح میکنند، یکی از اون اشکالات چی بود؟ در رابطه با قبله بود. یکی دیگر درباره صفا و مروه بود. میدانید که بر صفا و مروه 2 تا بت بود در زمان جاهلیت به نام اصاف و نائله. اصاف بر صفا بود یا آصاف هم گفتند، و نائله بر مروه بود. مردم که بین اینها سعی میکردند بر صفا قرار میگرفتند، آصاف یا اصاف را تعظیم میکردند، بر مروه قرار میگرفتند، اون بت نائله را میرفتند تعظیم میکردند، عبادت میکردند و فریاد میکردند، ندایشون را میکردند. بعد از اینکه اسلام آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم همه بت‌ها را نابود کرد، از بین برد، باز هم ادامه یافت. در مناسک حج بود بر صفا و مروه سعی بکنن بین صفا و مروه. خب یهودیان اعتراض کردند که این پیغمبر میگه من حامل پرچم توحید هستم، در حالی که این 2 تا کوه، این محل 2 تا بت بوده، اینجا بتان پرستش شدند. این همون جایی که بتان بوده همون جا سعی میکنه، همون جا طواف میکنه. الله عزوجل جواب دادند که نخیر، این بتها دیروز گذاشته شد. حاصل جواب اینه، بعدن گذاشته شد. اینها از شعائر الله هستند. صفا و مروه جایی هست که ابراهیم اینجا قرار گرفته، هاجر اینجا قرار گرفته و اینجا سعی کرده. لذا این را الله جز شعائر الله قرار داده و این شعائر الله تا قیامت باقی خواهد ماند. لذا سعی کنید بین اینها. الله می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، به درستی که صفا و مروه از شعائر الله است. شعائر الله چیه؟ ببینید، شعائر الله یا زمان عبادت را میگند، یا مکان عبادت را میگند، یا علامت عبادت را میگند. مثلا حج از شعائر الله است، ماه رمضان از شعائر الله است، اینا زمان عبادتن. مسجد از شعائر الله است، عرفات از شعائر الله است، بیت الله اینا مکانن از شعائر الله است. صفا و مروه اینها از چی هستند؟ شعائر الله هستند. یا علامت عبادت اذان از چی هست؟ شعائر الله هست. یعنی هر چیزی که از شعائر الله باشد توهین به آن کفر است. توهین به شعائر الله چی هست؟ کفر است. الله می فرماید
فمن حج البيت او اعتمر، هر کسی که حج کرد بیت الله را یا عمره کرد، فلا جناح علیه، گناهی نیست بر او، ان یطوف بهما، اینکه طواف بکنه به آنها. و من تطوع، هر کسی که تطوع کرد یعنی به صورت نفلی کار خیری انجام داد، فان الله شاکر علیم، بدون شک الله عز وجل شاکر هست یعنی قدردان است. کسی بر او واجب نیست، به صورت نفل اگر انجام داد الله قدردان هست. شاکرون بعضی نوشتن مجاز علی الطاعه، بر این طاعت و بندگی چی میدهد؟ پاداش میده. علیم، الله میداند، علیم بذلک الخیر، این خیری که اون انجام داد الله این خیر را هم میداند. یهود هم میدانند ولی اونها کتمان میکنند، این واقعیت را میدانند، لذا الله عزوجل زجر همراه با تخویف اخروی بر کتمان اونها بیان میفرماید. الله میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، کسانی که کتمان میکنند آنچه که ما نازل کردیم از بینات و الهدى، هدایت یعنی دلائل را بیان کردیم و هدایت را برای شما بیان کردیم. من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب، بعد از اینکه ما بیان کردیم برای مردم یعنی برای یهودیان در کتاب تورات، باز هم کتمان میکنند، باز هم واقعیت را میپوشند. ثمره کتمان اولئک یلعنهم الله، این گروه، این افراد کسانی هستند که اینها را الله لعنت میکند. و یلعنهم اللاعنون، لعنت میکند اینها را لعنت کنندگان یعنی فرشتگان، جنات، انسان ها، همه لعنت کنندگان اینها را چکار میکنند؟ لعنت میکنند. الا الذين تابوا، ترغیب توبه، مگر اینکه توبه بکنند. الله میفرماید الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه بکنند، بنویسیم من الکتمان، توبه بکنند از کتمان، از حق پوشی، و اصلحوا، و اصلاح کنند ما افسدو، اصلحوا ما افسدو، یعنی اصلاح چیه؟ اصلاح اینه که تا دیروز کتمان میکرده امروز بگه مردم من تا دیروز واقعیت را نگفتم، الان اینه، این میشه جبران. اصلاح هم اینه. و بینو، بیان کنند، بینو ما کتبو، توضیح بدن. الله می فرماید فاولئک اتوب علیهم، این افراد، این گروه کسانی هستند که من بر آنها رجوع می کنم. و انا التواب الرحیم، من رب العالمین تواب هستم، رجوع کننده هستم یا قبول می کنم توبه را. التواب الرجاع المبالغ فی قبول توبتهم، التواب یعنی بار بار رجوع می کنم و توبه بندگانم را میپذیرم، و نه تنها توبه را میپذیرم و توبه را کفاره سیئاتشان میکنم، بلکه الرحیم، مهربان هم هستم. الله میفرماید اگر کسانی توبه بکنن من توبهشان را میپذیرم. ان الذين كفروا، اما اگر توبه نکرد و مرد چی؟ ان الذين كفروا، بدرستی کسانی که کفر کردند، و ماتوا، و مردند و هم کفار، در حالی که کافر بودند، در حالت کفر مردند، اونا نتیجهشان اولئک علیهم لعنت الله والملائکه، لاعنون اینها هستند، اینها کسانی هستند که بر آنها لعنت الله و لعنت ملائکه و الناس اجمعین، و همه مردم، لعنت همه مردم بر اینها هست. خالدین فیها، همیشه در آن لعنت، فیها ای فی اللعنه، فیها فی اللعنه، همیشه در اون لعنت خدا هستند. لا یخفف عنهم العذاب، الله می فرماید عذاب از اونها تخفیف داده نمیشه. ببینید اولئک علیهم لعنت الله، ببینید نتیجه اول، ثمره اول که با کفر بمیرد. لا یخفف عنهم العذاب، نتیجه دوم
ولا هم ینظرون، نتیجه سوم ولا هم ینظرون، آنها مهلت داده نمی شوند. ینظرون دو معنی دارد، یکی اینکه مهلت داده نمی شوند، یعنی از انتظار هست، یک بار دیگه مهلت داده بشه بیاد دنیا چند روزی بمانه دیگه ایمان بیاره، نه. ولا هم ینظرون معنی دوم به معنی نظر، به معنی نگاه کردن هست، یعنی اونها به نظر رحمت و به نظر شفقت دیده نمی شود. خداوند به سوی اونها نظر رحمت نخواهد داشت، چون که اینها فرصتی را که در دنیا داشتند از دست دادند. بله، پس این در واقع جزای کسانی که اعتراض می کنند بر اهل قبله، بر اهل اسلام و بعداً و کتمان می کنند واقعیت را و توبه هم نمی کنند، با همون کتمان و با همون کفر خودشون می میرند. الله می فرماید نتیجهشون اینه. و الهکم اله واحد، این اعاده مدعای سوره هست. اعاده چی هست؟ مدعای سوره. عرض کردم 3 بار این ادعا تکرار میشه. یکی یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دوم اینجا و الهکم اله واحد، سوم الله لا اله الا هو الحی القیوم. هر جا خداوند مدعا را تکرار می کند با دلائل عقلی و نقلی چی می کند؟ اثباتش می کند. اونجا خواندیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. اونجا تکرار شد مدعا با دلائلش. اینجا مجددا الله تعالی که بار بار این دعوت توحید، مدعای توحید تکرار میشه، هدف چیه؟ بقیه مسائل میاد، مسائل قبله میاد، مسائل طلاق میاد از این به بعد، مسائل نکاح میاد، مسائل عده میاد، مسائل عرض کنم رضاعت و شیرخواری میاد، ولی باز توحید میاد که اینها همه فروعاتند. اصل چیه؟ اعتقاد است. اصل اینه که انسان به توحید خدا ایمان داشته باشد. لذا الله می فرماید و الهکم اله واحد، معبود شما یک معبوده، اله واحد، معبود یگانه هست، دیگه معبودی لایق پرستش و عبادت نیست. لا اله الا هو، نیست هیچ معبود بجز او، بغیر از او. الرحمن الرحیم، نهایتا مهربان، بخشاینده، نهایت بخشاینده و نهایت مهربان هست. چرا این دو صفت هر جا که توحید هست همین دو صفت بیان میشه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. چون که رحمان شامل تمام نعمتهای دنیا هست، چه بر مسلمان چه بر کافر. چه میگیم؟ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الاخره. رحیم شامل نعمتهای چی هست؟ اخروی. پس رحمان و رحیم شامل نعمتهای مبدأ و معاد، اول و آخر. پس این دو صفات واقعا صفات جامعی هستند، شامل همه نعمتهایی که در دنیا خداوند بر انسانها، بر عبید دارد و هم نعمتهایی که در عقبا دارد، همه را شامل میشن. هر جا بحث توحید این دو صفت میاد. الله می فرماید و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی بغیر از او. الرحمن الرحیم، نهایتا بخشاینده، نهایتا مهربان. خب دیگه معبودان را پرستش نکنید، فریاد نزنید، حاجات نخواهید، استمداد و استعانت نطلبید. چرا؟ چون که ببینید قدرت مطلق مال این معبوده. انسان کسی را صدا بکنه که ارزش صدا کردن را داشته باشد، حداقل دو صفت داشته باشد. یکی این که در این عالم تصرفاتی داشته باشد، در این عالم بتونه
بالا و پایین بکنه، رتق و فتق بکنه، به من برسه. دوم علمش کامل باشد، نسبت به من، نسبت به مسائل من، نسبت به جزئیات اطلاعاتی داشته باشد. لذا خداوند میفرماید این صفات اختصاص به من دارد، بغیر از من خدای عزوجل کسی دیگه تصرفات و اختیارات را ندارد. اکنون این دلیل توحید عقلی هست. الله می فرماید ان فی خلق السماوات والارض، بدون شک در خلق و پیدایش آسمان ها و زمین. آسمان چه عظمتی دارد، زمین با تمام نعمت هایی که زمین دارد، هر نعمتی را که انسان فکر میکنه روی زمین واقعا یک عالمی هست، یک دنیایی هست. عرض کردم همین که زمین ساکن است این خودش نعمتی هست. فکر بکنیم که اگر ما روی آب زندگی میکردیم چی میشد. و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در اختلاف شب و روز. الله تعالی روی همین زمین چه تغییرات، چه دگرگونی های، اما روی یک نظم خاصی ایجاد فرموده. اختلاف شب و روز با چی هست؟ بالبیاض و السواد، یکی سیاه یکی سفید، شب سیاه هست و روز سفید. و الذهاب و الاتیان و الذهاب، یکی میاد یکی میره. الان روز آمده شب رفت، باز شب میاد روز میره، این اختلاف هست. و زیادت و النقصان، اضاف و کم میشه. این روزها به هر حال شبها کوتاه هستند، روزها چیند؟ بلندند. باز زمستان میاد برعکس میشه و در طول سال همین نظام میچرخد. بله، کما فی الصیف و الشتاء فبینهما ثلاثه اختلافات. این سه تا اختلاف، یکی در سیاهی و سفیدی، یکی در آمدن و رفتن، یکی در کوتاه شدن و بلند شدن. الله می فرماید و اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف شب و روز. والفلک التي تجری فی البحر، و همچنین در آن کشتی که جاری است در دریا. بما ینفع الناس، به سبب آنچه که مردم را نفع میرساند. کشتی چه منافعی برای مردم دارد. یک کشتی میاد میگویند 6 ماه طول میکشه که فقط بارش را خالی بکنند. کشورها را جواب میده، میلیون ها انسان را کفایت میکنند. از اون سر دنیا بیشترین بارها را به وسیله دریا و کشتی ها حمل و نقل میکنند. از اون سر دنیا بهترین مواد را، بهترین وسایل را برای اون سر دیگر دنیا میبره، میرسونه و در دریا فرو نمیره. راحت برای انسان ها بما ینفع الناس نفع میرسانه. این نظام را کی اداره کرد؟ کی پیاده کرده؟ الله می فرماید و ما انزل الله من السماء مما. چهارم، ببین اول خلق السماوات والارض، دلیل اول. دلیل دوم و اختلاف اللیل والنهار. دلیل سوم والفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس، بسبب اون چی که مردم را نفع میدهد، نفعهای تجاری. و چهارم و ما انزل الله من السماء مما، و آنچه که نازل فرموده الله از آسمان آب را، ثمره انزال. فاحیا به الارض بعد موتها، الله زنده می کند به وسیله اون آب زمین را بعد از مرگش. تا چند ماه قبل می دیدیم که زمین سیاه خشک سوخته، اما وقتی که باران نازل میشه می بینیم یک تمام زمین گلستان میشه، تمام زمین سرسبز و شاداب زنده شده، گویی می خندد، گویی شاد هست. الله می فرماید فاحیا به الارض بعد موتها، بعد از مردن زمین به وسیله این آب زمین را الله زنده می کند. و بث فیها من کل دابه،
و الله تعالی در این زمین، این ثمره احیا است، بعد از اینکه زمین زنده میشه بث فیها یعنی منتشر میشه در آن زمین، من کل دابه از هر چارپا، از هر موجود زنده. این دلیل چندم بود؟ پنجم، و بث فیها من کل دابه. و ششم، و تصریف الریاح، اینکه بادها را الله تعالی میگرداند، یک باد به این سمت میوزد، یک باد به اون سمت میوزد. این بادها هم کلش منافع داره. حتی این زمانی که این بادهای شنی و طوفانها که مردم همه از دستشون اذیت بودند، شروع کردند دانشمندان به فواید و فلسفه های این بادها در این موسم. گفتن این بادها هستند که سبب ریشه‌کن کردن حشرات می شوند. حشراتی که در این موسم اگر باد نباشد اونها انواع مریضی ها در انسان ها پیدا می کنند. لذا این بادها که می وزند، این بادها منافع داره، انسان نمی داند. لذا بعضی ها را ما می بینیم که باد هست ابر را میاره، باد هست خنکی میاره، هوا خوب میشه، ولی خیلی هستن که ما از منافع اونها خبر نداریم. والسحاب المسخر بین السماء والارض، دلیل هفتم. و این ابری که مسخر هست، آویزان هست بین آسمان و زمین. این هفت چیز را الله بیان میفرماید. در همه اینها چی هست؟ لآیات لقوم یعقلون. در همه اینها آیات و نشانی هست برای قومی که عقل سلیم داشته باشد. عقل سلیم، مستفیدین من الآیات، کسانی که از این آیات چی بهره میگیرند. بعضی هستن صم بکمون، استفاده میکنن ولی ذره‌ای فکر نمی کنند که یک خالقی هست، یک قدرت عظیمی هست. الله می فرماید آیات برای عاقلان هست. خیلی مهم است که انسان در آیات خدا از عقلش کار بگیرد، تفکر بکند، بیندیشد. اما اکنون اینجا الله عزوجل از انسان ناسپاس، انسان ناشاکر شکایت دارد. خداوند زجر برای این انسان بیان می کند. این انسان بدبخت با وجود اینکه این همه لطف و این همه نعمت از سوی الله عزوجل، باز هم دنبال غیر الله افتاده، از این اون استمداد می کند، این را تعظیم می کند، اون را تعظیم می کند، خدا را تعظیم نمی کند. الله می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله، بعضی از مردم هستند کسانی که یتخذ میگیرند بغیر از الله اندادا یعنی شرکا فی العبادت، شریکانی در عبادت برای خدا انتخاب میکنند. یحبونهم کحب الله، آنها را دوست دارن مثل دوستی خدا. ببینید دوستی بنویسید ما فوق الاسباب. دوستی چی؟ ما فوق الاسباب، یعنی یعظمونهم کتعظیم الله. همان گونه که باید خدا را تعظیم کرد اونها را تعظیم میکنن، جلوی اونها خم میشن، از اونها استمداد میکنن، اونها را طواف میکنن. الله میفرماید اونها تعظیم میکنن آنها را مثل تعظیم الله. والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، حبشان محبتشان برای الله بیشتر هست، برای الله بیشتر. مؤمنین، مخلصین، موحدین خدای خودشون را بیشتر تعظیم میکنند، مولای خودشون را ما فوق الاسباب از همه بیشتر دوست دارند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، این شرط است، جزا بعدا میاد. خداوند میفرماید اگر ببینند کسانی که ظلم کردند. این کسانی که ظلم کردند کیا هستند؟ بنویسید ای الذین اتخذوا من دون الله اندادا، اینایی که ظلم کردند همینایی که بغیر از خدا دیگران را چی گرفتند؟ شرکا، معبود، خدا. این ظالمان هرگاه که عذاب را ببینند، اذ یرون العذاب،
زمانی که عذاب را ببینند و ببینند که ان القوة لله جمیعا، همه قوت، همه توان، همه اختیارات مال الله است، و اینکه ببینند که ان الله شدید العذاب، اینکه الله عزوجل شدید العذاب هست، سخت عذاب میداد. اگر ببینند چی؟ جزا مقدر است. ولو یرى الذین ظلموا لما فعلوا ذلك، اگر میدیدن این کار را نمی کردن، اگر عذاب را با چشم سر مشاهده می کردند میدیدند، لما فعلوا ذلك، این کار را انجام نمی دادند. اکنون الله تعالی بیان می فرماید که در روز قیامت این افراد، عابدان و معبودان، تابعان و متبوعان، رؤسا و مریدان، اینها چگونه از همدیگر بیزاری می جویند، تبری می جویند و از همدیگر دور می شوند. الله می فرماید اذ تبرأ الذین اتبعوا، زمانی که اظهار برات می کنند، الذین اتبعوا، کسانی که متبوع شدند. متبوع مخدوم یعنی رئیس، مرشد. این مرشدهای مسیر شرک و مسیر کفر، اینها اظهار براءت می کنند. من الذین اتبعوا، از کسانی که تابع اونها شدند، از کسانی که پیرو اینها شدند، از پیروان خودشان اظهار براءت می کنند. و رأوا العذاب، عذاب را می بینند. جمیعا بنویسید، تابع و متبوع. وقتی که تابع و متبوع در دنیا برای همدیگر جان می دادند، در دنیا برای همدیگر هر نوع ایثار و قربانی می کردند، اما وقتی که عذاب آخرت را ببینند از همدیگر تبری می جویند، از همدیگر بیزار می شوند. و تقطعت بهم الاسباب، الله می فرماید بین آنها اسباب قطع میشه، رابطه قطع میشه، تعلقات تمام میشه. اونجا دیگه نفسی نفسی هست، اونجا هر که برای خودش فکر میکند. رب العالمین میفرماید وقال الذین اتبعوا، میگویند تابعین، مریدان، کسانی که در دنیا فریب خوردند، کسانی که فریب این آخوندها را که تبلیغات میکنند، ملاها را که تبلیغات میکنند به طرف شرک، به طرف خرافات، این بیچاره ها فریب خوردند. اونجا چه تمنا میکنند؟ وقال الذين اتبعوا، میگویند کسانی که اتبعوا، پیروی کردند، لو ان لنا کرة، اگر باشد برای ما بازگشتی در دنیا. کرة یعنی رجعة الى الدنیا. کرة یعنی چه؟ رجعة الى الدنیا، اگر بازگشتی باشد به سوی دنیا. فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا، ما از اینها بیزار میشیم، ما از این رؤسای خودمان، ما از این متبوعان، ما از این مرشدان، ما از اینها در دنیا بیزار میشیم. کما تبرؤوا منا، همان گونه که امروز اونها از ما بیزار، در دنیا ما به حرف اونها گوش کردیم، ما از اونها پیروی کردیم، امروز اونها از ما دوری میکنند. الله میفرماید كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، این گونه الله عزوجل نشان میده آنها را، اعمالهم، اعمالشان را، اعمال مشرکین را خدا این گونه نشان میده. حسرات علیهم، حسرت هستن بر اونها. حسرات علیهم یعنی چی؟ حسرت از این اعمال و شرکی که کرده در دنیا، بر این حسرت میخوره. این عمل به تبدیل به چی میشه؟ یه حسرتی براش میشه، میگه کاش نمی کردم، کاش که ذره‌ای به طرف شرک قدم بر نمی داشتم. الله میفرماید آیا این حسرت، این پشیمانی، این ندامت اونها را نجات میده؟ نه. وما هم بخارجین من النار، این پشیمانی، این تبری متبوعین از تابعین اونها را از نار بیرون نمی کند. و ما هم بخارجین من النار، از آتش جهنم اونها را نجات نمیده. صدق الله العظیم.
من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين